مادر جان نرو، پیش از اون بری میگه دختر خودت بی تربیه بود، دختر خودت صحیح تربیه نکده بودی گریخ. دختر امیزاری میگه که خور ترقانه که تو نترقان. مادر جان نرو میگم. خود کلامتان کردم. در سرتان خواندم. آل تو سعی کن تو نام خدا در کدام ثمر رسیدین دکتر شدی. حالا دوازانی باشه برو چند تا تخم پخته که یک چیز پخته که باش. حالا قخون چی شدی سردار آوردم 12 با جست چطور است چه کار است. سردار آوردم از من چرا پخته نکرده گوشتش رو آدم تو فقط منتظر کوک هستی کوک شوی فقط 4 بار شام باشه سر یک موضوع مقصد پلان بگیری خان مقال کنی. میگه پار یاد گرفتی دیگه همو دختر پیدا کنیم بیاریم. همینجا بر خیر بم بچه تمیجا میتم. با میزت بابرو آجا بچه که بچه بود دختر کنه بوده باشه. طرف ما بیبی که درش دادی که چند دیگه دیم پشت بزنم. چرا بزنم من سوخه میتونم مادر که من چی بیارم؟ کجا میری؟ برم یک ذره بانجانسیا بیارم. خب بانجانسیا میری؟ صحیح دیگه ما برو سایسته او دختر نه بازم گفتیم تا نسوار گشتومت میری برم یا نسوار چی میری زنبورک. صحیح است. یادت نره خب از این نسوارایی که در روی کوچه میگردن دست بچه ها میگردن در تبنگا از جا نگیری یا هم بابک همیشه زنبورک و گشتومت مرا مشناسه خب دخترمون خالی نسواریستم همیشه از تو میبره. ما گفتیم که یگانه دختر ما روار میکنم. دیگه این خب بار اول نیست و روز دیگه ما رفتم که آوردم. خب خوبش آورده بودی یا برو دیگه خوبش بری یادت نره بچیم. خب صحیح است. ما رفتم برو بخیر. نسوار بیارم که اینجا دکاندار چی خود گفت دو روز رفتم میگه خودت میزنی یکیش نسوار یکیش سیگرت یکیش خود گم است چی میشه بیاد خورش خنده دکاندارش خنده دختر ماما شده بالا نیارم دقم مزدار اینجا جلو میشه. میری؟ سلام جای راستی یه گپ از پرسان میکردم. گفتم مادرم خواهخانه امیم رفت چی بود برش؟ امیم منکر شده. یه بچه من کار گرفته
شما نگرفتم در چی به زن ما خراب شده شام بسته شد بیدار بود خیلی نارم خوام است اون نیبر عزیز از زبانش گپ گرفتن نشد آره مگه میفهمی که سر با شام چند روز دیگه چند روز غیر از اگه نری و مصرف خانه چطور میشه بیا صندوق کل چیز خلاص یا بوازی ها نه دختر از نواساس ما از کجا گم بفر مادر ششتی نمی چشیده من جمعی تو واریز شده چرا چای بگی مادر بیا وقتی از میگه راست باشه چرا دست کلتان مریش هر کدام تان سعی میکنم مریض بس هر کدام تان آدم میبینه آدم مریض میشه خیلی تو چی ما چی کنم مادرم دختر شو تا شو که دیدم هیچ خبر نکرد یعنی از رویتن چیز نمیگه که باش از خاطر ما که مادرم زیاد جگر خونی نکنه از خاطر خودت از خاطر خوار خود جگر خونی نمیکنه که باش که یا جگر خون نشه سلما را میگی؟ سلما را میگم حالا خراب شفاخانه برآمدی تو هم؟ نه تمش خوش که بخواه روز اول تازه است بله فال بخورم میخوام چقدر خوب دوای بسیار تازه ایسا خوشایم دستش سعی کامل امروز چقدر خوب آدم شدی سر دسترخوان راستی دختران آدم سابقه نه یعنی میگم دختران روی خوب که چقدر دختران توش خوش شدن ایکو ما از چی خاطر میگم اونو موسی که گوشت که آوردن ننداختنی اون تخم پخته شد و چی فایده اما گوشت هم انداختن پختنش صفا سوتره من امروز سعی که اگلت خوش کردیم دختران خوش خودم خوش ما هم خوش چیز امروز صدقه سر صدا کوشش کو که کمک کوی تاخیر بدی نه خوی ما تغییر دادگی است خوی ما خوب است من که سیر کرد خوی تاخیر کرد نه کارای شما رو من میگم کارای شما که نمیبینی که اگر هر چیز در سر وقتش در سر وقت باشه چرا سر صدا کنم من سر ما مار نکندنی گفتیم کلانا یگان وقت میکنم مارم سر میکنی ولی کلش که ما نبید دست سر چار شروع کردم بدی ببین خورشید جان ما که پخته میکردیم گرفتی بر پدرم روغن درد دادی سیر درد دادی کل چیزم امی کلش مصرف است مصرف بیجای بسیار به گپ بعد از حساب نمیفهمی که در خانه ما یک و باید است پدرم پیش صفحه چو تا کی کار کنه باز وقتی که من ترا میگم باز از کلش که دبای گپ مرا درد میکنه که تو بر من میگی که من چی کنم گیم میزنم تو طفل هستی که گیم میزنی نه خب گیم مونده بود دیگه عادت کردیم مو که من مصروف گیم شدم هیچ فکر نمی‌کردم بار آخرت باشه دیگه موبایل هم نیست چند وقت موبایل نیست تا وقتی که خوی عادت سرت گفتم و خوردم نیستی تو طفل باشی که من بر تو نصیحت کنم یا بر تو زیاد بگویم که گیم نزن چند بار دیگه من ترا گفتم گیم نزن مگرم تو چی نکردی گپ مرا نکردی صحیح اینجا پیش پدرم هم که آمدم نانو جمع کن بگی ادنام پاک کردم هم یاد ترا من چی گفتم آخه گفتی نان جمع کن گفتم نانو جمع کن بر قرار که دسترخوان تاوش بود میگم بر دیوال میگم بر دیوال گپ میزنم نیست چند روز موبایل نیست اگر دیدم که بازی خوی یادت خوب شده بود خبرت میتم اگر باز نشده بود دیگه باز نم هی را میرم از رنگ بزرگم هر مریض مانه یکی دیگه هم توجه مادر دل جمع باشه توجه خودم باشه ای بگو اگه چی دیگه من میرم اگه از دل جمع باشه خودتون در یگان چیز بو خسته استی سعی سعی خود مزمن توجه خود باشی خب دلت از طرف خانه جمع باشه توجه مادرم خانه دلم جمع باشه مادرم باز گریان و فقام زیاد ایز دل جمع دیگه باشه متوجه مادرم باشه ما رفتیم بخیر بدید ای خدا زندگی خوشحال ما رو زد داستان چی جور کرد خدا جان سابق با چقدر خوشی کار میرفتم 4 دانه مریض میدیدم
ساعت خودم هم خوب بود. حالا بوده ای جگر خونی برو و مریضای بیچاره از تو چی روحیه بگیرن. مجبور خود استوار نگاه کنم. او طرف مادرم، این طرف آرزو، او طرف بیبیم. آسنات حال خوب آسنات هم تو بیعقل است، نمیفهم در چی حال روز باشه. ای خدا جان مجبور استم کارم برم بگم. برای زنگ آمد که بیا مریضا آمده دیگه خیس رفت کم شب تا شب خور نکرده. امی پولو میخورد اوف میگفت این پولو میگفت اما تو جگر خونی میکرد بیخی دیگه اما تو رنگ زرد زار شده. مادر مرده را که بیخی از میشتی ها مانده اید نان نمیخوره دیسه تشویش جگر خونی. کدام کار خرد خونه شده چی کنیم؟ مادر چی کنیم؟ حالا من اینی چرت هستم که اگه امروز سبایی بیاجی بیایی من چی جواب بدم مادر؟ من خب بند مرا که برده اینی که برده چی بگویم؟ همچی که بیخی با خدا شدیم که دیگه در مرگ خود را زا شدیم خودم اینه ما تو شدیم بیخی دیگه اگر قم وزم خراب شد حال میگمی بینو بوریدگی را من چطور کنم؟ چه قسم بجای کنم؟ یا می دخترها نمیمونه دخترها خونه نمیگم ده توی اگر خواب هستم برچه هم ده بچه که جرا بکاش الو دی بلی گندشکا کام دی گو که دواز برای خدا آب ده سر گندشکا شوه دی با گندشکا ششتیم بری گوشی کشی آب ده سر شما گندشکا جرا بکای بچه مرچه تر خراب یا میری بابا دختر دماغت بالاست اما میگیرم کجا برم یاس ننه کجا میباشم دوست خوراکت پیدا شد یا نه کجا باشه خوراک ما دست بچه تو خانه نرم خوره جور تیار خدا نرم آنچی میتونی جوان هستن لذت ببرن با کسی که رفتن بودن بچه من کجاست بچه من مسکینه کار میکنن دیگه جوانیت دیگه لذت بردی الوارم کسی کجا میری خود؟ خودم چارجر چی جور کردن دیدی؟ گرفتن از چیزی که هست دیگه خراب نشه دکاندارا برای چی شده مجبور خراب شد که دیگه بخریم حالا خو یک ذره آفرین خوب است احتیاط خوب است احتیاط کنین من یک دفعه برم گفتم تو هم دکان سمی کنم جا که ببینم که یک دفعه اگه شوه یک به حساب کردیتم در موبایلم پرتاب اگه چیز کار کنم برو سودام بری خب یک دانه گلپی بیار گلپی ها خوبش از یک ذره رومی بیار یک ذره گلپی بیار یک ذره مرد تازه بیار والا گلپی را گفتی خوب گلپی و اگه صحیح نشد تخم واره برو پختهش میکنم دیگه فقط خراب پخته کنیم برو همیشه خوبش پخته کنیم باز چی میگن دیگه از کمک زنجفیل پرت زنجفیل هم بیار کمک زنجفیل 20 روپیه که به زیاد نبری زنجفیل تازه مرمله رومی آل تو چی آمدی؟ بسم الله مانده نباشی خوب هستی بخیر هستی آل چی شدی؟ چرا؟ ساعتی نبودی؟ بودم رفتم قصه کزا رفتی مردی ما جورا محمد رفتیم سرم خام شدن پشت نسایی میکنم چی شد چی نشد گمش کردم پیچه سفید تنها مریض آمد رو چرتن آمد جورم نه حالا خب قصه که دستش ما کم گرفتم دست من میگه لوکو برو تو ما میایی مینردیم خب من خب گناهی نبود که من دست من خیلی لوکو برو تو پیش محض پشت خب من تو قصه که پیش رفتم بیایی رفتم اور پشت سعی میکنم کنی درک ندارم من چی شده محمد باش که آمده خانه چی کرده فکرت در خانه بگی در سر زندگی ما بگی خب دیدی که پدرم چی یک معشر انداخته بالا صداش میامد همین همسایه چی میگه اره رو سر صدا اره رو سر صدا سر یک چیز نیست یک چیز سر صدا میباشه یک روز دیگه سر بود خودم تو سر صدا کرد که باز مادرم بوتایش پوشیده بود گاهی من بوتایش میپوشم گاهی مادر چند دفعه مادرم هم گفتم که چهرک بیار که مرا پدرم اینجا جگر خون کرد من رفتم دگیم مسیح شروع مختم دیگه برگیم نیست بیم ما پاک کردم از موبایل برای آخرت باشه دیگه بکی مرا بی خوی طفلانه رو گفتم از سرت پس کن حال خو گیم مچر دلید که خو گفتم که عادتم حالا می پدرم که غال مغال نکنه خیلی چی کنه تو با جای زم خود قرار بده مانده و زل از بیرون بیای لقمنان در پشتش مانده نشه باز من چه قدر زاری شکرم خیر از پدرم
گفتم سعی سنت برش دلیل نگو، وقتی که باز میاد در خانه باز برش دلیل میگی که پدر جان من تو میکردم از پیشش برای آخ من گفتم یک چند روز نه تا یک باز دب شروعش بیار آرام میشه. سعی تو گپ مرگوش نمیگیری که کما گپ خود کنم این دیم بزگل پرد دنان خوش نپرتی برو در سرخان توش بده. میگی بعد دیوال گپ میزنم دنان خوش که من دوزد سکه از که دیگه خواب با نانو تو بود نانو اگر رفتم پیش مادرش پیش شاپیره راستی چی گفت؟ نه مادر جان که رفتم اونجا می شیشتم دخترش چای آورد دیگه مادرش کمی نسوارد انداخت کمی اخصدت دل سر روی مسر چای کلی بعد کمی دلم بالا شد خیستم آمدم که از او چی بگوی گفتم اما همو جادرست همو بچه گور شده ای تا با ما بگو گفتم که همو در کجی این بچه که کلکاش در خاک نمیتیرم یک بلس خاک شده بچه که رفته در چوکیداری گفتم شاپیره دخترم تا که در خانه بود بچه تو چوکیداری نمیگرفت چوکیداری اولی را گرفته بود بچه من کار میکنه بچه من چوکیدار است بچه من زحمت کش است بچه دوزو تره که چوکیدار میگیره خور فراری تره بود تو خیلی بچه من اون میبره بچه تو خود گرفت با بچه تو که زن نمیداد بچه تو یک لچه کلنده هر بود و نخوار سخت که تخت جورو رو تو جد نجار نیست کلنده کنه خواهی که جورو میده که شما چی زور میده زور کنید چون زور ما بتم خواهی بخور کدوم میامدی به نام یک خواستگاری میکردی ما برد ننید آمد خواهدوری آمد ننید سرمه دماغ کرد یک بار به سر خود آدم نمیداد 2 بار 3 بار میامد میدادی از قنون بدیش کردم 20 دفعه گفتمش که این همی دختره کردیم بچه خوشه از یک دیگه بودی نگاه میکنیم دیگه پشت رای خود خیلی که من غریب هستم پیسه ندارم خدا دارم قبول نکرد ننی تو پیسه دار میخوری کو پیسه خودگه میگفت دختر ماران باشه آرام شد دخترش نام خدا چه خوب آرام از دخترش حالا اول باشه آخر باشه پشیمان شده پس میاد از دخترش هم کنه نه خوش زیاد آرام شده هر دقیقه خیاط میکنه خورم و تجارت خودگه آدم شامور خوش گم شده وقت تشویش میکنه از من کلام دیگه میگه بچه ما میگه اوج چوکیداری دیگه دختر خودت که خور خواندایش میکرد کلام نفریش نرفته دختر ما کی نفری باز بود دختر ما کی از دیگه پا از سخنا بود و مادر دل آدم میتر خانه میاد ای بچه هموز برو دلک جمع باشه چی کنم مادر بیخی به خدا نه زمین جای میتر نه آسمان نه در دیوار هیچ جای میگم جای ندارم او دختره که میبینم دختر تو یک قسم میشه که میخوای کل اشتباهات گناه را مکدیم دختر به میره کم شدن دختر فامیده و شاد چی کنم میزنه نه نه خانه نامه خورم کجا خاطر چی بود بورا گفت برو میگه که ما گپ زدن گفت گپ میزنم معظم خود گفتم تنها نشه که تو هم بری که شوهر یک ذره رنگ مادام مول میشه که خوب است باشی هم خوب است اگه خواهشتون والا ما رو با تشویش ساختو نه من خودم اگه خودم میرفتم ما رو تو میرفتی نه ما گفتم که برو خاطر این دختران هم خودست شده رفتم قیچ گفتم ما تو دستک طبیعت میری مردی ماجوره را خودیدی مال دستک جاب نه دستک خدا گرفت از این قول خدای قول خدا ما دستک ما کمیل برو میریم دیگه دیگه دایی دستم من دستم ما نه نه یا ما تو رمان نه اگه تو چی نباشی که میشه دختر قپالیدیم بیا کشیدیم ما قپالیدیم کایرون بونی نه برو خور تو خانه دخترها به سینما چرا نمیرفتم همین قد مادرم گفت میرفتم خاطر شیرینی خوری اما تو یک گپ دیگه چطور فقط جان همه کل گپا باز میگی داون میته مرد فقط تو بس علامت برو بالای خدا سودا یادت نره خب گل پیرو میکنه چیزا برو گرفتن یلا من خدا خوش بشه تو ما خدا کشتی ما خدا دیگه ما میشه جمع خورنهاش سرما حالا خوره من گفتم موسا قیچاو اون خوی با تو معلومه قربانه که با خدا کدیست چه گرفتن از تکم دو دوست تو برو نمام نکتی تا صد قیچم خوره که حالا تو دمی کابل کلان شی چرا تو گنگس گول هستی صد قیچه خور حالا مونه مکت تو بعد دلپوری تو مونه من موره که بخیزه کتت برم اینا شما گوشت پلاو میخوریم من چپس میخورم دومی یکی یک همت کود کردم برنج همت لخمی یکای گوشت یا همت ملنگکا نمیزیره که برین مونده باشین گفته باشی که بگی اما جان بخور بر سلام کردم یعنی که مزه دانت برای بیخی
سلطه نکو یک چکنی موسی جور که مزه بزنه همه جانت برای تو دخانی تو دو تا مرد کار میکنم ما چیز نمیگیم دخانی ما که هیچ مرد نیست یا خوراکم روزش تا بیگا گم است با ما یک لقمه نان میرده مون چشمت است نه چای دل ما میشه نان دل ما نمیشه نان چای ما کلش به خدا دخونه خب مرا چشم میدید خواه چشم پایین گفتی تو خانه میخیال رفته همین یک سنه میشت پیدا میشت میره تو خانه خود یا میری مادر اگه تا بری ما زیاد طرف نمیتونم ما که برو پوشم سن هم دختر پیدا شدش مجبور پس بیم ماشتی تا کمون نبیم همون کارش یک سنه نکنه من نمیرم مادر بخیر گمش که دیگه دلم در گرفته چی دست با دست کس نمیمونه. خدا خود دست با دست کس دست نمیتونه. خدا در دست کس نمیمونه. او کاراش از اول از جوری بزن. آرمان که در قصه که برمون آرپشت بسر میگم قیمت که از قصه میکنم میگم پشت میگم. نه خوراک یک زنه. خدا چست چالاک کنه چست چالاک در دنیا در شهر که میگردی باید گپ یکان تا یک ذره تیز چالاک باشی اگه تو خواب برده باش دیگر از خدا نخواست موتر میزنی تو خوراک کن با خدا رفتی پشت از گشتی زن از پیش کتاس و تا زن از پیش گم شد حال مادر من خدا خوردم چاق خوب چاق جلا زن است چطور از پیش چشمت گم شد خدا دست گرفتم من تو بود دست که ما چادر من مستعین میکنم خون گست دادم شد دستان شد نه تو از اول هم تو یک کمک تو ساده مجاز به خاطر از اینکه بازار شارک میری را گمک میشی نه از خاطر دیگه خیلی تو بیشی گده خانه ما برم یه دفعه پیش دخترها که چی کردن چی نکردن دیگه ما نه زنده باشم و خیلی بینه کار پسر رساندی خانه تا ما جان جان ما برم یک ترکشه بود برم الله تر بگیرم زمستان که دقیقه خانه کش باش که دخترها چی میکنه باران میده میده گرفت چی کرده دخترها کالا رو جمع کرده خیر بینی حالا زود جمع کنی بچیم که نه اینه بارشک گرفت دیگه حالا تو با خدایا ها خود تر نه باز بارش بیخی تر میشه بچیم خود تر از بیخی شده پتس خوش میگیری نور چی میکنی کارهای مردم چقدر از دخترم خوشکار خود جمع کردی خوشکار خود جمع کردی خیر بیدی بچه گمش که ما را یه امید در بازار کرد با قرآن خدا یک امید گنگس گول داره که تو ما خیلی طرف کرد بیبی طرف در کتا زن سوتا را گم کرده آمده که چیست ما رفتم در آن گم شده یعنی کلان زن نه ایران گرفتن سر از این مونده که دو سوز در بیره قالمی ها باشی بینم چای جوش آمدن سلام علیکم بابا جان علیکم جانم می خدا آمدی بخیر باشی بچه بیروبارم چهار خدا بازه رقم را بندی رو تمام بیروباری را چی میکنی صدقی سر چم رفتم که کتی بیبید در آقامش کرد من خدا خود دیدی که یک رفت بیبی مگم کردی؟ نه کم از اقامه من آزار میتی؟ پسی بگوش کن رفتم دستک شد گرفتم دستکارشم گفتم بیا که میرم دستش نفته دستکارش یا خودش نفته آور نشد گفتم بتم دستکارلک داده دست من بیا که بریم اگر تکان داد برو گفته میری خو اینجا میباشی یا میری داده اینا من دستکارم من خودم میگیرم حالا با گفت از اونه میگردی اما هیچم داد من گوش ما خب بیروبار اینا من قصه کده میرفتیم تا کجای شهر بودی نمه دفترم سهیل کنم و 70 اوگار میشه دکترم گفت فکرتانه بگیری که رشته‌های عصبی ضربه خورده بچین گفتم زدن زرگر آینگر یک زدن زرگر و میری امو خود کار میکنه دکتر است از مردم میگه نه فیس میکنه مغز خدا که دستم بچه های مدرسه با کار میکنه خود بانه بار مشاو روز درس خونده زحمت کشید از ایلایی تا اونجا نرسیده بچه تو خلوست هم روز دلنده غری گم بود افسوس کمه مستقنی تو خود بیار جان از گبار داره کنم چی خاک به سر خود کنم مادر خود چه ایتم خود مادر
ما برم خیلی دم خانه یک ببینم دیگه چی میکنم. برو که کلشان به خدا تا فکر نیستن هم نه بیخی شاید خدا جگر خون نکن گمش که دیگه که نمیشه مادر نمیشه خانه رو بتانی دیگه نمیشه بیخی تو دیگه دختر دیگه دنیا و جان سر قیامت کردم مادر. پدیده میشه باید یک رحم روشنی کنی یک اول خوبیشه برش بیاری یا اولش بیاری که بخیر بیای یا بگویه که مردم بمره خوب است تو اول بیاری که آمده یا آمد خوردم میکردم بگم دختر بابا نگو باز پشتی میکنه 3 کال میگه بگو دیگه. مادر جان جان که مادر پشتی میکنم چرا میمقسم میگی چرا بیبی مرا تنها روان کردی یک بار تو که پایان خب بچه من از خاطر شما نرفتم اینا رو که شما طرف پیش با بیت میماندم با بیت باز دیگه شیرک بشه از شما دیگه مطلقا شروع میکرد میگفتم به خاطر بیبی میخواین حالا همه ما چی بگویم همه ما خب بیچاره جای ندیده چطور نیده بچه امروز دیگه کل دنیا رو میگرده باز آمده امروز با مخ شد بچه کل گنگسا میشه کورو میشه کل نبیه گنگسا میشه کورو میشه ناجدام میشه چی میشه اینجا خود بردمش پیش بخاری شانم که برو خیر مادر ما گم کرد 100 گرم شد نه لو بچه راست میگم کلام زن است ال خیر ببینه که امو بر تو تا امو جرا برده اگه ما بجای زمو میبودم نمیبردم چرا ببرم که گپ امو زنه چرا بیادر از اون نیست بیادر از اون نیست چقدر معفن خوب بعدشون شما دویدیم گپ اصلی یا خو قدر سنش چی نیست که پایان باشه دختر جوان باشه که سرکش نرو کوی یا جای ندیده الا بچه تو برو بچه صدقه چم و خورشید جان تو زنگ بزن برای ببینید که بیبی تا اونجا رسید نرسید بام که پشتی بگیره او دختر پشتی نتو قربان چم با ما شما مردم بام سبورست گفتم دستک تبا بته توصیله میکنی هم دستکار تا دست ما خیبته نگو دست ما کار ما میگرم نیتر چطور کجا رفته بودیم؟ میرفتیم خانه چیز هم دختر نام شیادم رفت دارو ستون گفت از نام خاطر اونجا میرفتیم گفتیم بریم بیبی تام گفت بیا کتیم برو ما قیسم کتشون رفت حالا بیبی را که گفت کنیم دسو شما گم شده ما چی کنم تو خدا کنه رجا رو پیدا کنه در کجا قسمت 4 بودین همه دمی پیش چی بدیم از چاک و سپاهان سو میرفتیم اون چی چارویی که میاد خیلی خیرات پیدا میکنه خیلیات کنی حوصله کنی یک چند گپ امزد همه والا گپ میزنه بچیم صدقه چم با خدا نه تو دستک شگر میگیم دست با تو دست مایلو که ما دستکار ما تو ما دستکار میگیریم این پیشنهاد دیوانی است ما چقدر گنگس هستم امیر برگردی که وقت با بیت بخوره نیست خودش دیوانه است برو خانه خود دلمون خانه است ما بریم دیدن ننه که جور است جان جور که گریان میکنه پیش دختر دیوانه خود دختر چه میگه چی میگه یه روز آمد زن کاکا هست نیست بچی توست ننی ما دیوانه است خوره ما دیوانه است دل هر کسی میگیره و ما شما مردم گنگ سبورسی همه موبایل گرفتن نمیده ما هیچ معلومات نکن معلومات خودمون شما هستیم که کتامیم روانش کردیم همین جای را ندیده کتا زود روانش بی بچه تو قدمی همه و بابا ایت نموندی همی کپی بنامد آلو دختر کاش کمی زن معلومات نکن آلو کسا دارم من کتی روان هستم درو همی تو چه خواست پیش بود الان بیبی ممجور نبود حسابش کم ممجور نبود مرام پختایی بیاب میکدیرم دستا زیر نمت ریلا گفته باشه ایلا میشه که رقم این تو همونجا که من رفته پیش بگم باور تا بکش ما برد باشیم برای با من نکیده ها میگه برو دختر ما دقسی شما نیستم ساز نگه که میزنم تا بیبی خدا سازخشه میگیره بیبی تست با باش که بیده گیریش بهش میکنه در کار تو دختر بابا خاطر از این نگفت که بهتر باشه کردن باشه میگم ما میگم چه کسی تو رو ما پیدا کردم خود دختر رقم گپ بزنه زیر پای خود مرکت خیلی بزنه ما بیبی میگه چه بچه ما نه تو ما زنده هستم بچه بیبی دویجا گل میخوره گل میپوشه صدقه چهان خدا زنده داشته باشیش آره که گم شده بگاه باشه خب باز اینم تو ما ده قصه کده میرم تو حالا پشت سعی میکنم که هیچ کس دارت نداره حتما چیز دل شده دشوار خرید میخرید بر خود از اون خاطر خوجا رفتین چی کردین همه جان اونجا خونه رفتم ما پس دعوا خوردم با صدقه چم خونه ما گفتم بیا که بریم خونه نشد و از نمشد ما پس بالا آمدم خیلی خانه آمدم خاطر در علاقه خود از درمت خانه میم که در خانه نیست انا ایران موندیم چی کنم نه پیدا میشه هم در اینجا هست پر نزدیک هست در و برو ما سرشم گرد کدام جای نفته تو یک زنگ جان مونم
اما تلفنش هم چارج ندارم. تلفن مرا چقدر وقت از گرفتم ما نمیده. تو یک دو وقتاش تو خدا رند جواب میگرفت یا ما خوب میکنه بچه بون که چند وقت موبایل نتی بچه بون نتی موبایل میفهم خوار کلان تست بچه مرد چی که تو خود نظر بخاطر که ما پیشری پدرت خود پیشری تا میکنم پسر باز میفهم ملامتگی خود داری این موبایل شریک ما بگو بده مگه برو کار اما اومده دیگه غم یک استونه بخوری بر در چهار شایگان چیز پخته کنی دیکاسه کنی ماسان سخت نیست حالا وقت نان خوردن شاید لقمه مرداره که نه وقت کار کردم من نان بیبی خوردن دم یادش کرد نمیره. نان خوردن گپ دختر میاد مرا دختر یک موجه دختر گل ما راست اینمی که باشه کت من کل قوم ما شما تو خوب بعدش هم میفهم اینمی است کارل گور است دختر هیچ می خوبی بدی که در نظر نمیاد چرا بابل چشمش کار کردن چیز میگن گایا همه ما هر چیز میگن پس کو تو رفت دیگه حالا شیطانی نکنی دختر اینال شیطانی نکنی بر بابی برو پیش همه تو رو الله رب قرآن حالا میره شیطانی خود کرد بر همه خود یک بریم یک بریم نه به خدا خاطر اصلا یک بریم کارگمون که ندوست تو بزنی نمیگه چی میگه گردنم سرزونوس بیا کار کنم زیر زونو مادر میکاش که یاد میکنی در حوصله گفتم صدقه چم با گفتم نکرد قربان چم با گفتم نکرد مجبور یک دفعه پارچ هم سکن برو بچه ببین دینم اینجا را دیده من سکن اول میتونم تا بجان خب برو صدقه سر چم اما قربان جانم ما شکر که تو هستی بچه بچه تو کنم گم نشه کدام دی چازوشو مگنه شونیدم پشتم هم سعی کردم بود در روز رفتم اونم همین چادر گرفتن نرفته باشه که باش که چیز بخرم بلا آرز بزنم جمع کردیم جارو کردیم ظرف شستیم دیگ کردیم کاسه کردیم چی کردیم کالام چپ مادر بخیر روز زده کالایتا دینا روز کالا پوشیدیم بچه نپوشیدی مادر به فکرت نیست 4 روز میشه که کالایتا تبدیل نکردی خدا خیلی بیش کنم وان سر صدار نمیشه کشی گپ الو صدام گرنگ است کاش آرزو را زنگ میزد مبرامد رفتم در خانه نامزادم اونجا همراه بیبی رفته بود دشار نیفهم اتفاق چند چه قسم شده بعد بیبی ما دشاری لاخت